تصادف کردیم که فقط یه کوچولو من و مامانم و خالم پشت بود. بعد اصلا نمیدونم بهتون بگم، فقط ببینید که این مرد چقدر وحشیه و من چه جوابشو دارم. اصلا هیچ نمامشی نشده، رفته زیر رو داره نگاه میکنه، توی صندوق رو باز میکنه، به جایی که بعد بیرون نگاه کنه زیر رو باز میکنه، نمیدونم زیر رو نگاه میکنه، فقط نگاه کنه. آره من مقصرم. آخه چیزی نشد، طرز برخورده زدی یه ذره سکوت رفته زیر ماشین. شوکه منو زن و شوهر یه دقیقه تو این ترافیک یه همچین ضربه زن و بچه عزیز ماشین رو زیر ماشین هم که به روی ماشین نداره. ماشین شوکه شده ماشین آره تکون خوردیم اصلا. میخوای دیگه بده اگه میخوای. ولی این برخوردتون من یه ذره الان منو چیز کرده با خیلی جالبه برام این اتفاق رفتی. اگه میخوای دنبال شهر بگردی خب ببینیم افسر بهشون بدم. ببریم افسر. واقعا چی شد ماشینه؟ خیلی عجیبه برام. اولی مقصری. خب چه کار کرده؟ حالا اتفاقی افتاده، اتفاقی نیفتاده، ولی چی نشده؟ همینجا نمیافته، خیالت راحت. هیچ وقت زیر ماشین نگاه کردی چه خسیس بوده. بلاک تهران چقدر خنده‌دار بوده. الان